پرهام یه پسر پولدار و لوس با دیدن پیتزاش سر پیک موتوری داد زد این که سرده، به درد نمیخوره، نمیخوامش. پیک بیچاره که موقع اومدن زمین خورده بود و دست و پاش زخمی شده بود با التماس گفت ببخشید آقا، عجله کردم خوردم زمین. پرهام با بی‌تفاوتی و بیرحمی درو محکم کوبید. پدرش که شاهد این ماجرا بود با عصبانیت گفت تو که فقط بلدی پول منو خرج کنی و به بقیه بی‌احترامی کنی. از امروز اگه پول میخوای باید خودت بری کار کنی. و وقتی پرهام حسابی بی پول شد یه کار پیک موتوری براش پیدا کرد. پرهام فقط درست تونست گرمای خورشید بد اخلاقی بعضی از مشتری‌ها رو تحمل کنه و استفاده. اون شب اتفاقا همون پیک موتوری دوباره براشون پیتزا آورد، اما این بار پرهام با احترام کامل و لبخند غذا رو گرفت. کلی ازش عذرخواهی کرد و با تمام حقوق اون 2 روزش بهش یه انعام درشت داد. پدرش از دور نگاه می‌کرد و به پسرش که داشت درس بزرگی یاد می‌گرفت لبخند می‌زد. زندگی گاهی وقتا طعم تلخ دردی که با رفتار بدمون به بقیه میدیم و به خودمون میچشونه. تا یاد بگیریم قبل از اینکه کسی رو قضاوت کنیم اول با کفشای اون راه بریم.